درست کردن یه سیر ترشی راحت و خوشمزه که خیلی زودم آماده میشه. سیرامون رو پوست میگیریم، آب نداشته باشه، روش رو سرکه سفید میریزیم. سرکمون باید تا روی سیرامون رو بگیره. حالا سیرامون رو با سرکه میذاریم تا یکم پخته بشه. ربمون رو سرخ میکنیم. سیرمون جوشیده، سرکش دیگه تموم شده. دیگه سرکش تموم شده یعنی با سرکه پخته شده. رب رو سرخ میکنیم. یه مقدار گلپر، اگه نسابیده باشه که بهتر، اگه دوست داشتی به ذائقه خودتون. گلپر، سیاه دانه و تخم گشنیز با هم تفت میدیم. سیرمون رو اضافه میکنیم. من نمک رو فراموش کرده بودم، نمک هم باید بزنم. با روب و روغن سیرمون رو تفت میدیم و خنک شد میریزیم توی شیشه. این سیرمون دیگه آماده است، سرد شده، میریزیم توی شیشه. این دیگه آماده است، همون که دوست داشتین میتونید بخورید.